چرا امتهای قبلی دی کافر شدن؟ یکی بر ما گفتن. یک تعداد بودن. آیت قرآن چی میگه؟ میگه که بعضی ها گفتن که سگ و قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. گفتن اینمی زندگی ما فقط چی هستن؟ حیات دنیای ما، اینمی زندگی نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. میگه ما زنده میشیم میمیریم، اینمی طبیعت ما را خلق میکنه. پس اینجا قرآن از نشان میده کسایی که نسبت خلق به طبیعت میتن که والا طبیعت خلق میکنه و والا سیستم ساینسی نمی قسم ما را پیدا میکنه و پس این به حساب کیمیایی میریم و فیزیکی پیدا میشیم و چطور میشن. اینی کلمات که میگفتن اینی سبب گمراهی و کفر از اینا شد. بعضی کسای دیگر هم میگه که اینا چرا کافر شدن و مرتد شدن؟ میگه یا قدرت الله سبحانه و تعالی را به زنده کردن و میراندن، مثل که برای ابراهیم علیه السلام وقتی که پیش نمرود رفت گفت که پروردگارت کی است؟ گفت پروردگار من کسی است که زنده میکنه و میمیرانه. نمرود گفت که من هم زنده میکنم و میمیرانم. گفت نشان بتون برای ابراهیم علیه السلام. گفت اینه من برات نشان میتم. چه قسم نشان میتی؟ نمرود گرفت صاحب 2 نفر بندی ها را گفت بیارین. 2 نفر بندی را که آوردن، یک بندی را گرفت امر کرد گفت ببرین بکشید. گفت اینه ایره کشت. دیگه شه گفت اینه یام خود در جمله مردا بودی را من میترسم. ایره گفتم نه زنده باشم. ابراهیم علیه السلام فوراً در جوابش گفت که پس خالق ما کسی است که آفتاب از مشرق طلوع میده. خیلی تو بگی آفتاب از مغرب بیار. فبهت الذی کفر. باز این ایران ما انسان کافر که حال آفتاب خو من نمیتونم. اما اون نمرود معنای خلقت نمیفهمید که خلقت معنایش چی است؟ که یک چیزی را که هیچ وجود نداره پیدا میکنه. همین انسان که در رحم مادرش وجود نداشته، اینه چه قسم پیدا کرده، چه قسم جسم از پیدا کرده، چه قسم بر بین از روح داخل کرده، اینه نمیفهمید. پس ابراهیم علیه السلام دید که بسیار بی‌عقل است، به این شکل نمیشه. باز آمد نقطه دیگری برش بیان کرد که پس خالق ما خو آفتاب از مشرق طلوع میده، تو خیلی از مغرب طلوع بده. فبهت الذی کفر. پس میگه این کافر مبهوت ماند، یعنی لاجواب ماند. اینال بعضی کسا به این شکل چشن که از بعضی از خصایص ربوبیت به غیر الله، بعضی کسا کافر به این شدن که متصرف به غیر از الله کسی دیگه را فکر کرد. مثلا گفتن والله این زمین و آسمان فلانی نسبت دادن به یک بت یا به مجسمه، گفتن این زمین و آسمان اون نگاه میکنیم. این انسان ها را در روی زمین، امی تاویز پرستا، بعضی ستاره پرستا که یا زیادتر در تحویزهای خود از ستاره ها یا استفاده میکنن، از ابجد استفاده میکنن، یا میگن که ستاره ها هستن که اونا قدرت بزرگ دارن در زمین و انسان ها را خلق میکنن یا از بین میبرن. پس اینا کافر شدن و از عقیده اسلامی منحرف شدن. ستاره پرستا بعضی کسایی بودن که متصرف، که این دنیا را کی تصرف میکنه، کی روز میره، کی شب میره، کی تغییر میره، کی چیز میره، اینا مخلوقات میره. حالا بسیاری کسا را سائل کنی کفتر شاید شمشیره را متصرف فکر میکنه، میگی کفتر روش کو نکشی که میکشه، داری دست نزنی که همین دست زدی خانواده تا تباه میکنه، کلتان از بین میره. یعنی کفتر مالک متصرف است. در یک جای صاحب رفتیم ماهی خوب در زیر مسجد، اونجا یک جای است مایا عوض پر است، میگیم تو از مایا یک دو دانه پخته کن. این مایای پیر صاحب است، این غرض نگیری که میکشید. یعنی کشنده ما زندگی بعد از زمین 4 تا ماهی است، گفتم بیار مرا بکشه. نه صاحب تو مهمان هستی، ما را می قری ما را دغم میپرتی، همین قری ما تک میکنی، نکو گمش کو. شما خو وهابیستین، با ماهی عقیده ندارین، با کفتر عقیده ندارین. یک تعداد مردم ها که وهابی نیست در هندوستان و موش هم پرستش میکنن. دیگه شما موش هم اگوار به موش پرستی نکو، باز میگی وهابی ها موش پرستی را خوش ندارن، وهابی ها کفتر پرستی را خوش ندارن، وهابی ها به کفتر احترام ندارن، به ماهی احترام ندارن. این است خلاص اونای خوب کلمه لوکس پیدا کردن که هر جا که استعمال کردن. یعنی کسی که وهابی نیست او چی کنه؟ مالک متصرف کی را بسازه؟ کفتر را بسازه. مالک متصرف کی را بسازه؟ ماهی را بسازه. مالک متصرف مثل اون دو یک فرقه در هندوستان بود، تصویرای رو برام آورده بودن که موش‌ها را پرستش میکنن، او مالک متصرف است. یا یک دانه بت سر یک شیر شاندن، بازور میگن صاحب شیر و والی است. این چی است؟
این صاحب انسان رو نگاه میکنه. مالک متصرف او هست، اوست که ما را نگاه میکنه، اولاد ما. بعضی ها میگن مالک متصرف اینمی اولاد ما، اینمی مورگک است که ما سر باربندش کشال میکنه. اگه این موره نباشه ایشتو که ما از بین میره. گفتم خیلی وادی که این مورگکی رو نگاه میکنه یا این چوبکی که سر باربند ازیزن که وقتی که اشتو در بطن مادرش بود خیلی نیم خشتی سر شکم مادرش هم کشال میکنه که اونو گاش میکنه در بطن مادر که دانش ما شیرام نبود و غذا هم نبود. اونجا چه قسم الله او را تغذیه میکرد و نگاه کرد در حالات سخت. اونجا الله نگاهش میکرد. حالا که تولد شد، حالا که اونجا پستانای مادرش پر از شیر مادر الله برش کردن، حالا که اکسیژن وجود داره نرمال تنفس میکنه. اونجا در بین مادر چی وضعیت است؟ در بین یک جای هست، در بین یک مکانی هست که اگه شما در یگان وقت پیش می دکترها رفتین امی معاینات تلویزیونی شما سعی کنید که می طفل در بطن مادر در چی یک حالت قرار داره. در اونجا الله سبحانه و تعالی او را حفظ میکنه و او اول مثلا مثل یک مخلوقه که بسیار خرد ضربینی می باشه، بالاخره او به مراحل مختلف انتقال پیدا میکنه. اونجا الله مالک متصرفش است. باز که آل پیدا شد، آل که تو جون شدی در شانهت یک دانه چوب آوردی صاحب، خشت رفتی پیدا کردی یا چوب پیدا کردی، یک درخت کنجش قیچی کردی، یک قلوخ پیدا کردی و او را آوردی اینجا کشال کردی، چی گفت است؟ این مرا حفظ میکنه. همین انگلیسی ها بسیار خوب گفت میگه use your mind میگه عقلت در کار پرتو. از این خاطر وقتی که یک انگلیسی که عقل خود در کار میپرتن، وقتی که قرآن میخوانن زود مسلمان میشه. قناعت دادن یک امریکایی بسیار ساده است. وقتی کتش کشیدیم برش گفتیم که الله ذات است که خلق کننده آسمان از زمین است، ای است باور کو قلم گرفته تو نشته کنه میره چی میکنی زود نشته میکنه میگه ولی باور من بسیار گپایی است که واقعا در عقل ما کار میکنه. از این خاطر به هزارها نفر دانشمندای بزرگ پروفسورهای بزرگ مسلمان شد. اما یک انسان بی عقل و جاهل اون دو پرسته که پیش اون دو میره تعویض میگیرن و از کتاب تمتم هندی به نام ابلیس برش تعویض نوشته میکنن و تمام روز مالک متصرف خود مخلوقات قرار میده. به کفتری سجده میکنه، به بودنه سجده میکنه، به مرغی سجده میکنه، به ماری سجده میکنه. عقل از کجا شد؟